یه صبح آفتابی گلسار توی دل بلوار گیلان. یه پارک باریک و بلند کشیده کنار رودخونه، جایی که باد توی درختها زمزمه میکنه و نور آفتاب مثل بوسه‌ای نرم روی برگا میچینه. اینجا پارک گیلان است، یه مسیر آروم برای دلای خسته، برای قدم زدن، نگاه کردن، نفس کشیدن. با من بیا، یه صبح خلوت و آروم منتظرمونه. همه چی آرومه، فقط صدای قدم ها، خشخش برگا زیر پا و هر از گاهی یه دوچرخه سوار که بی صدا از کنارمون رد میشه. توی این خلوتی دلچسب آدما کم کم از راه میرسن، یکی با دوستش، یکی با خودش، یکی با خیالاش. و درست جلوی من یه خانوم با تیشرت قرمز و موهای کوتاه سبکبال و دلفریب راه میره. هر حرکتش یه شعر بی کلامه، یه لبخند توی باد. شال مشکیشو با ناز از دور گردنش باز میکنه، توی هوا میچرخونه، دور کمرش میپیچه و دوباره آزادش میکنه. انگار داره با دنیا قهر و آشتی میکنه. قدم هامون آهسته تر میشه. نور آفتاب از لابلای شاخه ها بازی میکنه و پرنده ها روی شاخه های بلند یه جور خاصی آواز میخونن. صدای خفیف رودخونه پشت درخت ها است، ولی اونقدر دور و محصور که فقط حس میشه، نه دیده.
مسیر دوچرخه سواری خلوت و آرومه. گاهی یه پسر جوون با یه مرد مسن با سرعت از کنارمون رد میشن و بعد ناپدید میشن پشت سایه ها. اون خانم همچنان جلوی منه. قدماش حساب شده است اما دلبرانه. هر از گاهی برمیگرده، نه کامل. فقط سرشو یه ذره میچرخونه. انگار میخواد مطمئن بشه دیده میشه. و دوباره توی مسیرش فرو میره با اون شال سرکش که حالا مثل روبان رقص دنبالش را افتاده. آره قبل 11 که هستی. به قسمت بازی بچه ها میرسیم. سرسره ها، تاپ ها و مسائلی که منتظر خندن.
اما حالا خالی هیچ بچه ای نیست. فقط صدای باد، صدای رد شدن یه دوچرخه، صدای قدم های اون خانوم که حالا شالشو دور بازوش انداخته. انگار با ریتم خاصی حرکت میکنه، مثل یه رقص بی موزیک. به عقب برمیگرده، همون مسیر رو دوباره برمیگرده، ولی هر قدمش انگار یه اجرای جدیده. اون شال حالا دور کمرشه، با دستاش بازش میکنه، مثل پرچم توی هوا میچرخونه، دوباره میذاره دور گردنش و من فقط نگاه میکنم و قدم میزنم. پارک هنوزم خلوت و ساکته، مثل یه رویا که کسی هنوز بیدارش نکرده. نور حالا گرمتر شده و سایه ها کوتاه‌تر.
اون خانم داره به انتهای مسیر نزدیک میشه. دوباره از کنار تاپ‌ها رد میشه و به انتهای پارک میرسه. چند نفر با هم حرف میزنن. یکی گوشی دستشه. یکی روی نیمکت نشسته. ولی هیچ کدوم مزاحم آرامش این فضا نیستن. انگار همه فهمیدن امروز این مسیر مال آرامشه. و اون خانم با همون آرامش و ناز خاص دوباره از کنارم رد میشه. شال دور شونه هاشه ولی هنوزم بازی توی دستاشه. قدم آخر. آفتاب هنوز میتابه. نسیم هنوز هست و دل هنوز نمیخواد برگرده. یه صبح ساده ولی خاص. شاید چون خلوت بود، شاید چون دلنشین بود، یا شاید چون یه شال مشکی توی باد برام قصه گفت. ممنون که همراهم بوده توی این قدم زدن آروم. تا قدم بعدی، خدا حافظ.